اگه همینجور بکنی بری پایین به چی میرسی؟ نگاه کن، عمیق‌ترین جایی که بشریت تا الان دست پیدا کرده یک سولاخی توی روسیه است که بهش میگن کلا، 12 کیلومتر یورو رفته پایین. خیلیا. عمیق‌ترین جای روی زمین که یک اقیانوسه 11 کیلومتر، یعنی او از اون هم بیشتر رفته پایین. حالا اگه ما کل زمین سیب هم فرض کنیم، هنوز از پوست سیب نتونستیم رد بشیم. کلی 12 کیلومتری که سولاخ کردیم رفتیم پایین، 0.2% مسیر تا مرکز زمینه. حالا ما که همینجوری داریم بریم پایین‌تر، تا 35 کیلومتر اول هنوز توی پوسته‌ایم، یعنی خاک و سنگ و خیلی خوش شانس باشیم فسیل 4-5 تا دایناسور ببینیم تو مسیر ما. ولی اینجا دیگه گرمایش از کف زمین روشنه، یعنی نگاه کن هر 1 کیلومتری که هی میری پایین‌تر 25 درجه هوا گرمتر میشه، یعنی کلا دیگه داغایش از کف بیشتر. اینجوری که رد کنی از عمق 35 کیلومتری تا 2900 کیلومتری همش گوشته، چون دیگه رفتی تو گوشته. اینجا دماش اینقدر زیاده که سنگاش مثل پنیر پیتزا کش میه، حدوداً بالای 1300 درجه میره دما. بعد 2900 کیلومتر میرسیم به هسته خارجی زمین، یعنی یک سوپ فلزی خیلی داغ که حدوداً 4400 درجه دما داره. بین خود من بمونه قطب نمامان رو حساب همین هسته خارجی دارن کار میکنن. و بالاخره تو عمق 5000 خورده کیلومتری میرسی به هسته داخلی زمین، یک توپ فلزی خیلی گنده که دماش حدوداً دیگه نزدیک سطح خورشیده. احتمالاً دیگه تا اونجا برسه ما خیلی وقته که تبخیر شدیم، یعنی دیگه هیچی از ما نمونده، خاکسترامون هم سوخته. سوالی بود بپرسن، چاکس برا.